دوستان سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. این بار آموزش تنظیم جیشاک های ساده. لازم این نکته هم خدمتتون بگم که تنظیم اکثر جیشاک های ساده مشابه هم هستش و نهایتا اسم این پوشرهایی که توی این سمت قرار داره ممکنه کمی فرق داشته باشه، اما در کل اون روش و بیس اصلی تنظیمشون یکی است و فرقی نمیکنه. برای مثال ساعت شما کدش GA110 باشه یا GA100، مدل تنظیمشون یکی است و اگه این ویدیو برای تنظیم به شما پیشنهاد شده خیلی راحت میتونید ساعتتون رو با این روش تنظیم کنید. تو مرحله اول میریم سراغ اسم پوشرهای ساعت: ادجاست، مود، ریورس و فوروارد. ادجاست وظیفه وارد شدن به منوی تنظیمات و سیو کردن و خارج شدن اونها رو بر عهده داره. مود برای جهش کردن به مرحله بعدی تنظیم و ریورس و فوروارد هم توی این مدل وظیفه کم کردن و زیاد کردن مقادیر تنظیمه، که البته ممکنه توی بعضی از مدل ها این دوتا پوشر اسمشون فرق داشته باشه اما کارکردشون یکی هستش. برای اینکه وارد منوی تنظیمات اصلی ساعتمون بشیم لازمه که ما داخل منوی اصلی یا همون هوم تایم خودمون قرار داشته باشیم. برای اطلاع از منوی هوم تایم ساعتتون یک راه حل وجود داره. داخل منوی اصلی ساعت معمولا نمایش روز هفته رو داریم و همچنین تایم اصلی. بعضی مواقع پیش میاد که به اشتباه ساعت داخل منوی ورد تایم یا همون ساعت جهانیه و به اشتباه داخل این منو سعی میکنن که وارد منوی تنظیم بشن اما جواب نمیده. پس تو مرحله اول لازمه که حتما داخل هوم تایمتون قرار داشته باشین که معمولا روز هفته رو نمایش میده و ساعت اصلی که صفحه دیجیتال پایین بین تاریخ و ساعت هم قابل تغییره. تو این حالت ادجاست رو برای 5 ثانیه نگه میداریم تا ساعت وارد منوی تنظیمات بشه. بعد از اینکه صدای بیپ ساعت به صدا در اومد، تو قسمت نمایشگر بالا ما پایتخت کشورها رو داریم که معمولا بین جیشاک ها تعدادشون متفاوته و این مدل GA110 داره 48 تا از پایتخت کشورهای مهمه و همینطور مدل های همرده نظیر GA120، GA140، GA100 و اکثر کدهایی که توی اون سالهای 2009 تا 2015 عرضه شدن به همین صورت هستن. شما میتونید با استفاده از ریورس و فوروارد پایتخت‌ها رو تغییر بدین و اونها رو به عقب یا جلو حرکت بدین. پایتخت مد نظر ما تهران هست و میتونیم با 3 حروف اختصاصی TH4 اون رو پیدا کنیم. پایتخت مد نظر خودمون رو پیدا کردیم و حالا میخوایم که وارد بقیه منوهای تنظیم بشیم و اونها رو تغییر بدیم. پوشر مود رو یک بار فشار میدم، وارد منوی DST میشه، Daylight Saving Time، که میشه ساعت تابستونه. اگه روی حالت آن باشه به صورت اتوماتیک 1 ساعت رو به جلو میکشه و اگه با پوشر فوروارد اون رو خاموشش کنید 1 ساعت به عقب کشیده میشه. از اونجایی که ما دیگه تغییر زمان رو داخل کشورمون نداریم پیشنهاد میکنم که DST رو حالت آف قرار بدیم. مجدد مود رو فشار میدیم تا بریم سراغ منوهای بعدی. این قسمت شما میتونید مشخص کنید ساعت دیجیتالتون فرمت 12 ساعته داشته باشه یا 24 ساعته. مجدد مود رو فشار میدیم و داخل این منو شما میتونید به صورت دستی ساعت دیجیتال رو تنظیم کنید. دقت داشته باشین که با تغییر ساعت دیجیتال ساعت آنالوگ هم از همون پیروی میکنه و تنظیم میشه. اگه خیلی حساس هستین میتونید داخل همین منوی ثانیه شما اون رو ریست کنید تا اگه با تایم خاصی مد نظرتون هست اون رو به صورت یکسان ست بکنید. به غیر از اون مود رو فشار میدیم روی ساعت و همینطور دقیقه. بعضی تمایل دارن که ساعتشون 5 الی 10 دقیقه جلوتر باشه. داخل همین منو میتونن با استفاده از فوروارد و یا ریورس تنظیماتش رو انجام بدن. مجدد مود رو فشار میدیم. تو این قسمت شما میرسیم به سال میلادی ساعت. اگه دوست دارین تقویم ساعتتون میلادی باشه خیلی راحت میتونید اون رو تنظیم کنید. سال میلادی که داخلش قرار داریم رو ست میکنید و بدون مشکل از این منو خارج میشین. اما اگه دوست دارین تاریخ ساعتتون به شمسی تنظیم بشه یک مشکل این وسط وجود داره. شما اگه سال میلادی ساعتتون رو طبق میلادی تنظیم کنید، برای مثال امسال 2024 و شما اگه روز و ماه رو به شمسی تنظیم کنید متاسفانه تو قسمت نمایش روز هفته به مشکل برمیخورین و روز هفته درست رو طبق تاریخ ما نمایش نمیده. برای حل کردن این مشکل شما میتونید سال میلادی رو چند سال جلوتر یا عقب‌تر تنظیم کنید که اون مشکل روز هفته رو به صورت کامل برطرف کنید. البته این کار رو توی مدل هایی که تایت گراف دارن پیشنهاد نمی‌کنم و همینطور اون مدل هایی که طلوع غروب خورشید دارن ممکنه یک مقداری که نه.
درصد خطاش خیلی بیشتر بشه و اون طول غروب خورشیدی که به صورت دقیق برای اون روز هست رو بهتون نمایش نمیده. برای این ماه استثناً سال میلادی رو روی 2035 تنظیم میکنیم. البته این یک عدد خیلی رندوم هست، شما میتونید روی 2021 22 23 2016 2017 هر سال میلادی که متوجه شدین روز هفته درست رو برای این ماه نمایش میده ست کنید و هیچ محدودیتی هم وجود نداره. میریم سراغ ماه روی 7 و امروز هم 22 مهر. یک بار دیگه مود رو میزنیم، میرسیم به LT زمان روشن موندن LED ساعتمونه که بین 1 ثانیه و 3 ثانیه قابلیت تغییر داره. معمولا از اونجایی که دوست داریم تو تاریکی مدت زمان LED مون بیشتر روشن بمونه تا دید بهتری داشته باشیم، بهتره که اون رو روی 3 ثانیه قرار بدین و اگر هم دوست داشتین میتونین فوروارد رو بزنین تا روی 1 ثانیه تنظیم بشه. مجدد مود رو فشار میدیم و متوجه میشیم که ساعت دوباره برگشته روی اولین حالت منوی تنظیمات که همون انتخاب پایتخت است. اگه شما تنظیماتتون کاملا تموم شده میتونید یک بار adjust رو فشار بدین تا تنظیمات رو ذخیره کنه. منتها اگه تو قسمت سال میلادی یا تاریخ نیاز به اصلاح داشتین دوباره میتونید مود رو فشار بدین و وارد اون منوها بشین تا تغییرات خودتون رو اعمال بکنید. در غیر این صورت یک بار adjust رو فشار میدیم و تنظیمات ساعت شما انجام میشه. این یه ویدیو تنظیم جیشاک پایه بود و باز هم میگم بیس اصلی تنظیمات محصولات کاسیو، چه کاسیو ادیفس باشه، بیبی جی، پورتریک، جیشاک یا مدل های ساده جنرال، هیچ فرقی نداره. شما با استفاده از همین روش تنظیم ساده میتونید اکثر مدل های کاسیو رو تنظیم کنید. خیلی متشکرم که تا این ویدیو همراه ما بودیم. با لایک ها و کامنتاتون از ما حمایت کنید و یادتون نره که جیشاک رویان رو به بقیه معرفی کنید. متشکرم.